سلام و عرض ادب احترام خدمت همه شما دوستان. امیدوارم که خوب و صحت و سلامت باشین. در این ویدیو طریقه کامل ثبت نام بورس تحصیلی کشور عراق بر شما آموزش میدم از طریق موبایل همراه. یکی از فرصت های خیلی خوبی است در کشور عراق که بورس فولی فندد هست در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا که مقاطع ماستری و دکترایش ثبت نامش بسته شده و برای مقطع لیسانسش تا ماه سپتامبر شما وقت دارین که ثبت نامتان تکمیل کنین. این بورسیه تمام رشته ها را داره، از جمله رشته های طب معالجوی، طب دندان، اقتصاد، کامپیوتر ساینس، در کل همه رشته ها را داره و در چندین دانشگاه مختلف کشور عراق. و این بورسیه امتحان و اینترویو نداره. از زمانی که شما شارلست میشید مستقیم بر شما ویزی تحصیلی صادر میشه که ویزی بورسیه رایگان است، فقط هزینه تکت بالای خودتان میباشه. دیگه هزینه های خوابگاه، لیلی اینا همش بر شما رایگان می باشه. خب معلوماتی بورس را من در قسمت دسکریپشن ویدیو قرار میدم. برای فعلا تمرکز روی بورس می داشته باشم، ثبت نام بورسیه و لینک ثبت نامش هم در قسمت دسکریپشن ان شاء الله میگذارم تا برای که شما هم ثبت نامتون تکمیل بکنین. و قبل از همه خوشحال میشم که ویدیو را هم با دوستانتان شریک بسازین و لایک، سابسکرایب در قسمت اخیر ویدیو فراموش نکنین. زمانی که میخواستین ثبت نام بورس عراق از طریق موبایل همراه پیش برین، نه تنها بورس عراق در که سایر بورس ها باشه، شما باید حالت صفحه موبایلتان با حالت دسکتاپ قرار بدین. درست است؟ تا صفحه نمایش گوشتان فراغ باشه. درست است؟ و این قسمت شما میتونید که بالا موسی نقطه از موسی زینه کلیک کنین. نه خیر، بالا موسی نقطه کلیک کردین اینجا میبینین که حالت صفحه موبایل ما حالت دسکتاپ سایت است. درست است؟ پس این صفحه موبایل ما فراغ نشان میده. از کسایی که این حالت نیست بالا موسی نقطه کلیک کنین، حالت دسکتاپ سایت شما انتخاب کنین. درست است؟ تا صفحه نمایش گوشتان فراغ گسترده باشه. درست است؟ در قسمت ثبت نامش بالای امو سی گزینه کلیک میکنین که من بالایش کلیک کردیم قبلا. اگر شما از قبل حساب داشتین بالای سایگین کلیک میکنین و اگر شما میخواین تازه در بورس ثبت نام کنین بالای ساین اپ کلیک میکنین. درست از این قسمت بالای ساین اپ کمو خط نوشته سوم میشه بالا زیر من کلیک میکنم. درست؟ ان شما میفهمین. بالای ساین اپ کلیک کردین قسم حساب بر شما ظاهر میشه که اینجا اولا به خود اکانت میسازین. درست است؟ در قسمت اسما given name خواسته که اینجا نام خود نوشته میکنیم. فرضاً من اینجا نام خودم نوشته میکنم. دی قسمت میدل نیم خواسته که اینجا فیلد الزامی هست که ستاره سرخ رنگ است که ما باید پر کنیم چون میدل نیم هیچ ما نداریم. خب اینجا ما با قسم نمونه خلاص خودم نوشته میکنم. قسمت سرنیم خواسته اینجا ما خلاص خود نوشته میکنیم. در قسمت بعدیش date of birth اینجا سال تولد که از ما بوده سال تولد خود نوشته میکنیم و قسم نمونه سالی را انتخاب میکنم. شما سری پاسپورتتان یا متاسکتان نوشته سال 2005 جولای تاریخ فرزند در انتخاب میکنیم. درست؟ بعدش اینجا از ما نشنالیتی رو خواسته که اینجا امو از کدام کشور هستی میرن انتخاب میکنیم. من این قسمت افغانستان انتخاب میکنم. تا قسمت بعدی پرایمری ایمیل آدرس خواسته اینجا ایمیل آدرس نوشته میکنیم که من فرضاً ایمیل آدرس خود نوشته میکنم. شما ایمیل آدرس خود نوشته کنین. درست؟ بله ایمیل آدرس خود نوشته کردم. اینجا شما مو نمبر تماس خود نوشته میکنین و کد افغانستان فرزن ما خب بینم قبلا داشتم نوشته شما نمبر تماس خود نوشته کنین. درست؟ این قسمت از ما پسورد خواسته که پسورد اینجا ما نوشته میکنیم که پسورد باشه که ترکیب حروف اعداد باشه که خیلی منظم باشه. من پسورد انتخاب میکنم. دی قسمت دوباره مو پسورد ما نوشته میکنیم. زمانی که نوشته کردین بالای دی قسمت از ما تصویر خواسته باید مو تصویر خود ما عکس خود ما اینجا آپلود کنیم. سایزش نباید از 1 MB بالا باشه. درست؟ دی قسمت فرضاً من یک عکس انتخاب میکنم به شکل نمونه
بله من امیر انتخاب میکنم فرزن. بعدا بالای رجیستر کلیک میکنم تا ثبت نام تکمیل شود. بالای رجیستر کلیک میکنیم. یک لحظه شما منتظر می باشین. بله و ما تاییدیه آمد که ثبت نامتان موفقانه بود. حالا میگه که شما در ایمیلتان مراجعه کنید که شما اکانت خود وریفای کنین. من در قسمت ایمیل مراجعه میکنم. اینجا از طرف کمیته بورسی عراق نامه که ایمیل آمده درست. بالای کلیک هیر کلیک میکنیم تا اکانت خود وریفای کنیم درست. بالای کلیک کردید مستقیم وارد صفحه ثبت نام میشین درست. اینجا تاییدی بر ما آمد. خب اینجا شما ایمیلتان دوباره نوشته میکنین که من ایمیل خود نوشته میکنم. ببخشید دوستان عزیز. در این قسمت شما ایمیلتان نوشته میکنین. در این قسمت هم پسوردی که وارد کرده بودین نوشته میکنین. بعد برای لاگین کلیک میکنین تا وارد صفحه شوین. در قسمت به ما یک کد آمده. در ایمیل ما کد کپی گرفته. اینجا وارد میکنیم و وریفای میکنیم. خب ما قبل از این طریق وارد شدیم. بله اینجا یک کد ما آمده. یک کد اینجا کپی میکنیم. خب ما قبلا از طریق جیمیل هم رفتم. خب شما دوباره ایمیل خود اینجا نوشته کنین. اینجا دوباره پسورد. بعد کد اینجا شما یا کد دیگه آمده جدید آمده چون که ما دوباره وارد شدیم. خب یک وریفای میکنیم. خب نامده میست مشکل نداره. بالای وریفای کلیک میکنیم. خب لازم منتظر میباشین تا اکانت باز شود. بله اکانت ساخته شده. خب بالای موسی نقطه اینجا کلیک میکنیم. دی صفحه شما ببینین بالای معلومات المقدم بالای اسم شما کلیک میکنین. بالای از که شما کلیک کردین اینجا مشخصات از قبل رسانده شده. اینجا جندر خود انتخاب میکنیم. میل فیمیل. من میل انتخاب میکنم. دیتا برت قبلا ثبت شده. اینجا پلیس آف برت اینجا افغانستان هم انتخاب میکنم. بعد ریلیجن دین گفته که اینجا اسلام انتخاب میکنم. بعدش گفته که حالت مدنی تان مجرد متعیل. من مجرد انتخاب میکنم. مستقیم اینجا گفته که number of children. اگه شما مثلا متعیل انتخاب میکردین چه تعداد فرزندایی که دارین نوشته میکردین. حالا اسم سینگل انتخاب کردیم. آپشنی بر من نمیه. قسمت کنتری کشور خود انتخاب میکنیم. من اینجا افغانستان انتخاب میکنم. بعد بالای سیف انفورمیشن کلیک میکنین. خب اینجا یک چیز اسمه تایید نشده که ریلیجن بود. بالای انتخاب کردم. بالای سیف انفورمیشن کلیک میکنین. لازم منتظر می باشین تا صفحه بعدی ما ظاهر شد. بله این مرحله سکسسفول شد. موفقانه بود. در قسمت بعدی میایم بالای
سرونال ایژوکیشن لیول بالای شما کلیک میکنین، اینجا لیول تون انتخاب میکنین. اگر میخواین یعنی تحصیلاتی که برای فعلا هستین، اگر مثلا شما 12 را تمام کردین گزینه اول انتخاب میکنین. اگر شما مثلا بالای مثلا میخواین لیسانس هستین بچلر انتخاب میکنین. اگر مثلا دیپلم دارین آی دیپلوما اور کوالتی انتخاب میکنین. اگر ماستر هستین خب من چون ثبت نام بورس فقط برای مقطع لیسانس است، من گزینه اول انتخاب میکنم سکندری ایژوکیشن. بعد بالای سلف انفورمیشن کلیک میکنین، اوکی میکنین. باز منتظر میباشین تا تایید شود. خب گوش کنین که یک نت پرسرعت باشه تا کدام اشتباهی صورت نگیره. بله سکسسفول شد. بعدا دی قسمت بعدی که سرخ رنگ کلیک میکنیم، این قسمت از ما کنتری آف استدی خواسته که از کدام کشور تحصیلات تمام کردین، که اینجا من افغانستان انتخاب میکنم. قسمت گریدیشن ایرز در کدام سال مثلا مکتب شما تمام کردین، من نوشته میکنم فرضاً 2023. اینجا قسمت میجور رشته را خواسته شما ساینس انتخاب کنین. بعدا این قسمت ایژوکیشن اینستیتوشن نیم خواسته، نام مکتبی که شما تمام کردین. فرضاً نوشته میکنم بلاغین های اسکول. بالای سلف انفورمیشن کلیک میکنین تا معلومات ذخیره شود. بعدا منتظر می باشین تا آپشن بعدی با ما ظاهر شود. بله قسمت موفقانه بود. بعد قسمت پاسپورت کلیک میکنین تا مشخصات پاسپورت خود نوشته کنیم. قسمت پاسپورت نمبر خواسته، اون نمبر پاسپورت خود نوشته میکنیم. فرضاً من که اینجا انتخاب میکنم، اینجا پاسپورت ایشو دیت تاریخ که شما پاسپورت خود گرفتین. این قسمت من 2024 انتخاب میکنم، جولای تاریخ 30. بعد مو اکسپایر امو پاسپورت خود نوشته میکنین. این قسمت پایین ترش من سال 2029 انتخاب میکنم، تاریخ جولای روز 3. بعد براوز فایل، اینجا مو پاسپورت خود آپلود میکنیم. این قسمت فرضاً من یک عکسی انتخاب میکنم. این قسمت من عکس انتخاب کردم، بالای صفر شما کلیک میکنیم. بله معلومات ذخیره شد. این قسمت از ما تکمیل شد. حالا مرحله بعدی ما میریم. بخشین دوستان عزیز کمی سرما خوردیم. خب بله این قسمت هم سکسسفول شد، موفقانه بود. دیگه اکانت به ما ساخته شد و ثبت نام خود بر فعلا مرحله اول تکمیل کردیم. خب یک لحظه منتظر می باشین. بله معلومات همش ذخیره شد. اما 4 آپشنی که بود، اون علامه تیره خورده، تیره سبز رنگ که قسمت ها رو شما میگه که موفقانه تکمیل کردین. بالای بعد دمو بالای موسیقی کلیک میکنین 3 کلمه. بعد اینجا قسمت اپلای هست، درست؟ بالای اپلای کلیک میکنین تا مشخصاتی که ما درج کردیم ما به کمیته بورسیه ما ارسال کنیم، درست؟ اینجا ببینید که اسم نوشته است، میدل نیم و لاست نیم و تاریخ تولد و نشنالیتی و همون قسمتی که فعلا ما تحصیلات مقرر داره که های اسکول انتخاب کرده بودم. بالای اپلای شما کلیک میکنین، مشخصات ارسال میکنین. خب بله سکسسفول شد، موفقانه بود. بعدا منتظر باشین تا آپشن بعدی ما خودش اتومات بیاد، درست؟ در قسمت دوستان عزیز قبلا شاید شما گاهی دارین که بورسیه بورسی فولی فندد هست، هم نیمه رایگان، هم هزینه شخصی. زمانی که میخواین شما اسکالرشیپ فولی فندد انتخاب کنین، شما میتونین که 3 رشته انتخاب کنین. اگر شما نیمه رایگان میخواین انتخاب کنین، یک رشته و یک دانشگاه میتونین انتخاب کنین. و اگر میخواین که از هزینه شخصی شما تحصیل کنین، هم میتونین یک رشته و یک دانشگاه انتخاب کنین، درست؟
و هم شما میتونین که همزمان هم فولی فندد اسکالرشیپ انتخاب کنین و هم میتونین که نیمهش انتخاب کنین، هم میتونین که همو هزینه شخصی. درست است. در قسمت شما اما مقطعی که میخوان اپلای کنین که لیسانس هست، بالا لیسانس می کلیک میکنم. بعد در قسمت خب نت ما کم امروز ضعیفه، خب منتظر می باشین از دوستایی که نتشان خوب باشه مستقیما صفحه برشان ظاهر میشه. خب امروز نمیدونم همه چیز مشکل داره. خب بعدا در قسمت شما دانشگاه خود انتخاب میکنین که چندین دانشگاه هست، یونیورسیتی آف مویسن هست و چندین دانشگاه وجود داره که فرضاً همون دانشگاه اولا یا دانشگاه فرضاً دوم انتخاب میکنم. درست است. شما قبلا آگاهی داشته باشین، سرچ کنین برای دانشگاه ها کدام دانشگاه رو شما انتخاب میکنین خیلی خوبتر میشه. و در قسمت پذیرشی دانشگاه ها شما جستجو داشته باشین که پذیرشان زیاد باشه، به خصوص افغانستان که این نقطه خیلی مهم است. درست. بعد یک لحظه منتظر می باشین. در قسمت ما رشته خود انتخاب میکنیم که چندین رشته موجود هست. شما اینجا میبینین بخش حقوق داره، بخش سپورت ساینس هست و چندین بخش رشته طب معالجوی هست که میدیسین اینجا میبینین. شما بخش پابلیک ساینس هست، مدیسین طب دندان هست. فرضاً همیشه طب معالجوی رو انتخاب میکنین در دانشگاه. درست. بعد زمانی که رشته دار انتخاب کردین بالای استور شما کلیک میکنین تا مو رشته تان ذخیره شود. درست. قسمت شما کلیک میکنین. خب من فرضاً یک رشته و یک دانشگاه رو انتخاب کردم، مطابقش به خودتان میمانم که خودتان شما انتخاب کنین. درست است. چون سیستم کمی خب بله سکسسفول شد. اگر با میخواستین مطمئن نبودین با میخواستین دوباره دانشگاه تبدیل کنین بالا دلیت کلیک میکنین و دانشگاه و رشته پاک میشه. درست. بعد شما میتونین که مثل زمین قسمت مقطع بچلر انتخاب میکنین، یونیورسیتی را انتخاب میکنین، بعد همو رشته هم انتخاب میکنین، بعد بالا استور کلیک میکنین. درست است مثل زمین. و اگر شما میخواستین که مثلا نیمه رایگان هم تحصیل کنین اینجا بالا از کلیک میکنین مقطع لیسانس میه، ماستری دکترا که لیسانس انتخاب میکنین. این قسمت شما یونیورسیتی تان انتخاب میکنین، اینجا هم رشته تان مثل زمین شما پیش میرین. درست. بعدا قسمت پایینتر میم در قسمت از ما پرزنت آیدی خواسته، مو تذکری پدر مادر اینجا ما انتخاب میکنین بالای اختیار ماسک باز شما کلیک میکنین، امو تذکری پدر مادر شاید در یک فایل پی دی اف قرار میتین، بالای کلیک میکنین امو فایل انتخاب میکنین. بعد انتخاب که شد بالای آپلود داکومنت کلیک میکنین تا امو داکومنت تان آپلود شود. بعد در قسمت از ما همو تعهدنامه را خواسته، قسمت پایینترش که تعهدنامه را من خودم در کانال واتساپ و کانال تلگرام گذاشتم، میتونین که او شما دانلود کنین، بعد او شما چاپ کرده خانه پوری کنین که یک فرم خیلی ساده است. در قسمت پایینترش های اسکول دیپلوما خواسته که همو شهادتنامه تان پشت رخشه در قسمت آپلود میکنین و انا گفته را باید گذاشت که از دوستایی که مثلا ثبت نام کردن اما شهادتنامه‌شان تا وزارت خارجه نداشت، این پرسه دوباره برشان ایمیل میکنه که اما شهادتنامه‌تان باید شما تا وزارت خارجه باید باشه تا پیش. درست. اگه نباشه برای شما ایمیل میشه. از کسایی که مثلا داشته به اونها ایمیل دوباره نمیشه. بعد برای آپلود داکومنت هم کلیک میکنین، پرسونال ایموجی مجاکستان شما دوباره آپلود میکنین قسمت. بعد در قسمت پایینترش not subject نوشته، not subject نوشته از که قسمت شما مو داکومنت هایی که اینجا شما آپلود کردین اینجا سابجکت نوشته میکنین که مثلا مطمئن بودن یا هم قابل قبول بودن امی اسناد را نوشته بگین قسمت سابجکت. بعد نوت تکست نوشته میکنین که مثلا امی اطلاعاتی که ما اینجا وارد کردیم، داکومنت هایی که اینجا وارد کردیم همش حقیقت بوده و از خودم میباشه. درست. قسمت نوت سابجکت نوشته بگین به انگلیسی. درست است. بعد بالای صفر نوت کلیک میکنین تا می
قسمت نوتستان شما سیف شوه. بعضی که سیف شد خب بعد بالاتر میان کمپلیت ریکوست، بالای از شما کلیک کردین ثبت نامتان تکمیل میشه، چون که اطلاعات ما اطلاعات حقیقی نبوده و به کمی تا کدام مشکل رخ نده ما ثبت نام خود تکمیل نمیکنم. درست شما به راحتی میتونین که اول رشتهتان انتخاب کنین، بعد بیاین مدارکتان آپلود کنین. مدارکتان که آپلود شده قسمت تصاویرش معلوم دار میشه. درست است. بعد قسمت نوت سابجکت هست که این قسمت همون چیزایی که آپلود کردین همون انوارش نوشتم. این قسمت قبلا یادآوری کردم نوت تکست هست که این قسمت شما نوشته میکنید که مدارکات که آپلود کرده مشخصاتی که من نوشته کردم همیشه حقیقت است. بعد بالای صفر نوت کلیک میکنین و بعدا این که تمام شد بالای کمپلیت ریکوست کلیک میکنین، فرم ارسال میشه و بر شما تاییدی میاد. درست است. خب من صفر نمیکنم چون اطلاعات من قابل قبول نیست. موفق و کامگار باشین. این ویدیو را هم با دوستانتان شریک بسازین. اگر قسمت ویدیو کدام سوالی دارین میتونین که در قسمت کامنت با ما پیام بگذارین، ان شاء الله به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. موفق و کامگار باشین.